الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درباره این که آیا در دوا شفا است و قول اشخاصی که گفتن شفا نیز در هیچ دوا و شافی الله است، بدون شک شافی الله است و شفا هم از جانب الله است، مثل که الله تعالی فرمود در سوره شعراء 80 که ابراهیم علیه السلام گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا مرضت فهو یشفین، و اگر مریض شدم او مرا شفا میدهد، یعنی الله متعال. و در حدیث صحیح بخاری در شماره 5675 روایت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا شفاء الا شفاؤک، شفا وجود ندارد مگر از جانب خودت. اما آیا در دوا شفا وجود دارد؟ بله. الله تعالی فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیه شفاء للناس، سوره نحل آیه 69. از شکم زنبور نوشیدنی بیرون می شود با رنگ های مختلف، در آن شفا است برای مردم و او همان عسل است. و همچنان در روایت ابن ماجه با سند صحیح و رجال الثقات روایت شده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. از عبدالله رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله تعالی مرض را نازل نکرده مگر دوای او را هم نازل کرده. و همچنان عن اسامة بن شریک قال رسول الله صلی الله علیه و سلم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يدع داء إلا وضع له شفاء، روایت جامع الترمذی شماره 2038. از اسامه بن شریک روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای بندگان الله تداوی کنید، زیرا الله تعالی مرضی را نگذاشته مگر همراهش شفا و یا همان دوا را گذاشته. ما از این سندها و این آیات و احادیث دانستیم که اصلا شفا از جانب الله تعالی است، اما الله تعالی وسیله شفا را در دوا هم ساخته، مثل احادیثی که بیان نمودیم. اما اگر خواست شفا نیابی، در هیچ چیز شفا نمیابی و باید تداوی کرد، زیرا احادیث وجود داشت مثل که بر شما بیان کردیم قبلا. و برای معلومات زیاد با ما همراه باشید تا اینکه در ویدیوی بعدی برای شما بیان کنیم که دوا دو بخش است، یک از کتاب الله و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، و دو از تجربه‌ای که طب ثابت نموده. السلام علیکم و رحمت الله